بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تحیت و ادب خدمت شما بینندگان برنامه اقتصاد در 20 دقیقه یا همون اقتصاد خرد. در نوبت گذشته در ارتباط با هزینه ها برای شما صحبت کردم و گفتم که هزینه ها مهم هست برای اینکه یک واحد تولیدی اگه بخواد تولید انجام بده، تولید او مشروط و متوقف هست بر امر هزینه یا هزینه ها و بنابراین باید مدیریت اقتصادی گونه‌ای باشه که بتونه این هزینه ها رو به دقت رصد بکنه و متناسب با هزینه ها تولید پیش بره. بنابراین بحث بسیار مهمی است. بعضی از کتب اقتصادی ابتدا بحث تولید رو مطرح میکنن و بعد هزینه رو مطرح میکنن و البته یک موضوع سلیقه‌ای هست. ما در اینجا در این بحث ها ابتدا هزینه رو مطرح کردیم و برای اینکه اگر یک مدیر، یک منیجر یا انترپرنور، یک فردی که کارش خلاقیت در حوزه تولید هست، اگر نگاهی به هزینه نداشته باشه، درک و کانسپتی از هزینه نداشته باشه، نمیتونه تولید رو ادامه بده. بنابراین دانش ما باید در رابطه با هزینه ها بالا باشه. در نوبت گذشته برای شما منحنی هایی رو ترسیم کردم و گفتم که هزینه ها رو میتونیم به کوتاه مدت و بلند مدت ترسیم بکنیم و تقسیم بکنیم و شکل هزینه ها رو و چگونگی ترسیم شکل ها رو خدمت شما توضیح دادم. نکته‌ای که خدمت شما در نوبت قبل قول دادم که در این نوبت عرض بکنم این بود که عرض به حضور شما وقتی شما هزینه ها رو ترسیم میکنید، مثلا این average fixed cost، این average variable cost و این average cost، هزینه نهایی از مینیموم average variable cost و عرضم به حضور شما که از مینیموم اینها رد میشه، از مینیموم average cost و average variable cost رد میشه. خب چجوری ما این رو استخراج بکنیم؟ ببینید اینجا ببینید که average marginal cost ما، من ناچارم که اینجا این شکل رو برای اینکه نشون بدم و گویا باشه اینا رو روی محور عمودی و افقی نشون بدم. رو محور افقی مقدار تولید هست و چون ما مجموعی از هزینه ها رو در اینجا ترسیم کردیم، توتال کاست، اوریج کاست، متوسط هزینه، متوسط هزینه متغیر، متوسط هزینه ثابت و هزینه نهایی بود که در اینجا هم نشون دادیم. ملاحظه می‌فرمایید که هزینه نهایی از مینیمم متوسط هزینه متغیر و متوسط هزینه رد میشه. کلا نوعاً هزینه ها به غیر از متوسط هزینه ثابت معمولاً یو شکل هستند، بخصوص وقتی که ما در کوتاه مدت بحث میکنیم. چرا هزینه ها رو ما معمولاً یو شکل رسم میکنیم؟ برای اینکه روند تولید در ابتدا همینه. یعنی شما ابتدا تولید که صورت میگیره، تولید با هزینه بالا همراه هست، بعد تولید که افزایش پیدا میکنه هزینه کاهش پیدا میکنه و بعد وقتی که از یک حدی بگذره در کوتاه مدت تولید مقرون میشه با افزایش هزینه. پس بنابراین یک سیر یو شکل رو ما در هزینه ها میبینیم. چرا؟ چون تولید این گونه هست. تولید ابتدا وقتی که داره اتفاق میفته به نظر میاد که با افزایش هزینه مواجه هست. من در بحث تولید انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد. مثلا وقتی که ما عرض بفرمایید میگیم هزینه متوسط این گونه هست، تولید به این شکل هستش، یعنی درست عکس این میشه تولید متوسط. مثلا اینجا average cost. چرا؟ وقتی تولید داره افزایش پیدا میکنه، هزینه داره کاهش پیدا میکنه و وقتی که تولید داره کاهش پیدا میکنه، هزینه داره افزایش پیدا میکنه.
و در کوتاه مدت این مفهوم صادق هست، برای اینکه در یک مرحله میرسیم که این افزایش عوامل تولید یا نهادها یا متغیرها مانع از افزایش اون فعالیت میشه. مثلا فرض بفرمایید بنده اینجا یک کلاسی هست، گنجایش 30 نفر داره، اگه بخواد مثلا 35 تا 40 تا باشه، دیگه به دلیل اینکه اون بازه نزولی عمل میکنه، کارایی و بازدهی کلاس کاهش پیدا میکنه. هزینه ها هم به همین شکل است. وقتی تولید در ابتدای کار داره افزایش پیدا میکنه، مفهومش اینه که هزینه داره کاهش پیدا میکنه. وقتی که تولید کاهش پیدا میکنه، مفهومش اینه که هزینه داره افزایش پیدا میکنه. خب حالا ما چطوری، نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا هزینه نهایی یا مارجینال کاست که ضریب زاویه یا شیب هزینه متغیر، متوسط هزینه متغیر یا متوسط هزینه است، از مینیمم این هزینه متوسط یا اوریج کاست یا مینیمم متوسط هزینه متغیر رد میشه. کافی است من این رو از لحاظ جبری نشون بدم. ببینید متوسط هزینه برابر است با توتال کاست، هزینه کل تقسیم بر مقدار تولید. خب شما حالا فرض بفرمایید بیایید این رو مینیمومش بکنید. میخواید هزینه متوسط رو مینیموم چیکار میکنید؟ مشتق گیری میکنید. شما بخواید مینیموم اینو به دست بیارید، یعنی ماین اینو به دست بیارید، برابر میشه با مشتق صورت ضرب در مخرج. مشتق صورت یعنی تغییرات هزینه کل نسبت به تولید میشه مارجینال کاست، درسته؟ ضرب در مخرج کیو منهای مشتق مخرج 1 ضرب در توتال کاست، مخرج به توان 2 میشه. این در واقع مشتق گیری است که این برابر با 0 میشه، یعنی مشتق صورت. توتال کاست گفتم که مشتق همون تغییرات هست، همون ضریب زاویه هستش. ضریب زاویه توتال کاست یا هزینه کل همون هزینه نهایی است. ضرب در مخرج مشتق کسری به این شکل است. صورت ضرب در مخرج، ارزم به حضور شما، منهای مشتق مخرج ضرب در صورت، مخرج به توان 2. حالا همینو اگه شما حساب بکنید، مثلا این قسمت رو حساب بکنید، برابر با 0 قرار بدید، یک کیو رو از این در بیارید، اینجا چی میشه؟ اینجا میشه مارجینال کاست منهای یه دونه کیو رو شما بیرون آوردیم، توتال کاست بر روی کیو میشه اوریج کاست و این برابر با 0 میشه. این برابر با 0 بودن این رابطه به چه معناست؟ به این معناست که قسمت اول که معنی نداره برابر 0 قرار بگیره، قسمت دوم که برابر 0 قرار میگیره در حقیقت میشه مارجینال کاست برابر با اوریج کاست. پس دقیقاً اینجا مشخص شد که وقتی برابر 0 قرار میدید، مینیموم اوریج کاست برابر با مارجینال کاست میشه. پس شما وقتی از اوریج کاست مشتق میگیرید، برابر 0 قرار میدید، همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید، دو تا جزء، اینجا 2 تا ترم داریم. ترم اول برابر 0 معنی نداره، چون عدد برای مقداری هست، برابر 0 ارزم به حضور شما معنی نداره. و قسمت دوم یعنی مینیموم این قسمت برابر با 0 میشه چی؟ میشه مینیموم اوریج کاست برابر با مارجینال کاست. و بنابراین اوریج وریبل کاست هم به همین ترتیب، یعنی شما رابطه داشته باشید، مینیمومش رو بگیرید، مشتق گیری بکنید، برابر با 0 قرار بدید، مارجینال کاست برابر با مینیموم اوریج کاست میشه. خب حالا هزینه ها رو در بلند مدت بخوایم صحبت بکنیم. هزینه های کوتاه مدت، ما مهمترین هزینه‌ای که ما در کوتاه مدت با اون مواجه هستیم اوریج کاست هستش. در کوتاه مدت هم شورت ران هم خدمت شما عرض کردم که حداقل یک عامل تولید ثابت هستش، ولی در بلند مدت همه عوامل تغییر پیدا میکنن.
ما برای اینکه بلند مدت رو نشون بدیم در حوزه به اصطلاح از منطق اقتصادی بلند مدت رو با افزایش اوریج کاست ها نشون میدیم. یعنی اگر بخوایم یک کارگاهی رو در کوتاه مدت نشون بدیم از طریق اوریج کاست نشون میدیم و حالا اگه بخوایم بسط و توسعه اون کارگاه ها رو نشون بدیم که مفهوم بلند مدت داره، اونگاه ما با اوریج کاست ها میتونیم نشون بدیم و بلند مدت رو تعریف بکنیم. بنابراین اوریج کاست ها برای ما خیلی مهمن، برای اینکه ما با استفاده از هزینه های متوسط میتونیم با افزایش اونها بلند مدت رو نشون بدیم. به عبارتی هر اوریج کاست یک کارگاه تولیدی است. هر اوریج کاستی یک واحد مدرسه هستش یا یک کلاس هست. اما اگه شما بخواید با افزایش دانش آموز مواجه باشید یا با افزایش تقاضا در بیرون مواجه باشید، برای اون کارگاه تولیدی این توسعه رو و این افزایش اون تعداد کلاس و افزایش تعداد کارگاه رو میتونیم با افزایش اوریج کاست نشون بدیم و اینجاست که مفهوم بلند مدت برای ما مهم میشه و قابل بحث میشه. خب حالا میخوایم در بلند مدت در واقع هزینه ها نقشه برنامه‌ریزی رو برای ما داره. یعنی ما وقتی مادام که در کوتاه مدت هستیم با اوریج کاست مواجه هستیم و هزینه های عملیاتی ما رو در واقع تشکیل میدن. اما در بلند مدت این هزینه ها دیگه به عنوان هزینه های به اصطلاح عملیاتی نیستن، هزینه هایی هستن که توسعه هستن، هزینه های پیشبرد و بالا بردن مقیاس تولید هستن. پس شورت ران یا به اصطلاح کوتاه مدت رو ما میتونیم با اوریج کاست نشون بدیم. افزایش شورت ران ها یا اوریج کاست ها میتونه به ما بلند مدت رو نشون بده. حالا من اینجا یک شکلی رو رسم میکنم که نشون میدم که کارگاه ما داره افزایش پیدا میکنه. فرض بفرمایید ما یک مدرسه 2 کلاسه داشتیم، حالا با افزایش دانش آموز مواجه شدیم و در نتیجه مجبور شدیم که کارگاهمون رو افزایش بدیم. بنابراین ما بایستی اوریج کاست هامون رو، شورت اوریج کاست هامون رو که هزینه های عملیاتی ما رو تشکیل میدن رو توسعه بدیم تا اون هزینه های بلند مدت به اصطلاح یا هزینه های طرح‌هایی که ما یا برنامه‌هایی که برای بلند مدت داریم رو نشون بدیم. این یه شورت کاست هست، این هم یه شورت کاست هست و این هم یک شورت کاست هستش. من اینجا میذارم شورت کاست 1، شورت کاست 2، شورت کاست 3. خب پس من میخوام بحثم در ارتباط با هزینه ها در بلند مدت هستش. خب اگر بخواد یه واحد تولیدی در کوتاه مدت عمل بکنه، طبیعیه که میتونه این مقادیر رو به خودش بگیره. اما اگر به یک نقطه‌ای برسه، مثل فرض بفرمایید حالا من اینجا اینو یکم بیشتر چیز کنم، تولید بخواد مثلا اینجا اتفاق بیفته، با شورت کاست 1 اتفاق میفته. اما اگر تولید بیاد از نقطه Q1 بیاد به نقطه Q2، ملاحظه می‌فرمایید که باز هم کارگاه اول برای ما منطقی تره، چون در اینجا A میشه کارگاه اول، B میشه کارگاه دوم. حالا اگه بیاد به نقطه‌ای مثل، من اینو کم توضیحش بدم، بیاد به نقطه‌ای مثلا AC، ملاحظه می‌فرمایید که کارگاه اول اینجا مثلا فرض بفرمایید C، اینجا D، کارگاه اول دیگه برای ما مغروم به صرفه نیست، چون این شورت کاست متوسط هزینه متغیر هست. کارگاه اول دیگه برای ما مغروم به صرفه نیست. همینطور میاد تا مثلا فرض بفرمایید اینجا برسیم.
مثلا فرض اینجا Q4 باشه. ملاحظه می‌فرمایید که بازم کارگاه اول برای ما منطقی نیست و به اصطلاح کارگاه دوم هست که میتونه برای ما منطقی باشه. یعنی مثلا اینجا بذاریم E و امتداد این میشه F. خب F مقرون به صرفه نیست، پس با کارگاه دوم ما میتونیم این تولید رو انجام بدیم. به همین ترتیب شما در نظر بگیرید که اگر مثلا تولید بخواد ادامه پیدا بکنه با کارگاه 2، مثلا تولید میتونه اینجا اگه باشه بازم Q5، باز ملاحظه می‌فرمایید که کارگاه دوم مقرون به صرفه تر هستش تا اینکه میرسه به کارگاه مثلا تولید. ارزم به حضور شما توی یا مثلا اینجا اگه در نظر بگیرید Q6، کارگاه 2 دیگه برای ما مقرون به صرفه نیست، کارگاه شورت اوریج کاست 3 هستش که میتونه، یعنی باید کارگاهش رو افزایش بده. خب در اقتصاد اون چیزی که ما به عنوان لانگ اوریج کاست میگیم، اگه بخوایم ترسیم بکنیم، در حقیقت لانگ اوریج کاست پوش تمامی متوسط های هزینه است. یعنی اینجا میتونیم یه منحنی ترسیم بکنیم که این ستا رو در بر بگیره که نمیشه منحنی پوش یا حالا اسمای مختلف کنتور یا چیزای دیگه میذارن و این رو در واقع همون لانگ اوریج کاست هستش. منتها نکته مهمی که در ترسیم این ما باید دقت بکنیم اینه که اگه بخوایم ما یک منحنی هزینه نهایی اینجا ترسیم بکنیم، این هزینه نهایی بایستی اینجا میاد مینیموم، از این مینیموم رد بشه، از این قسمت رد بشه و از اینجا بیاد. مثلا حالا من اینجا بد ترسیم کردم، اینجا ترسیم بشه که در حقیقت نشون میده که در اینجا به مینیموم خودش میرسه. یعنی اینجا این میشه لانگ اوریج کاست. پس لانگ اوریج کاست همونطور که ملاحظه میفرمایید منحنی هزینه متوسط، منحنی هزینه متوسط بلند مدت هستش. این هزینه متوسط بلند مدت در اینجا به مینیموم خودش میرسه و این در واقع میشه مینیموم لانگ اوریج کاست. همطور که شما ملاحظه میفرمایید کارگاهی که یا بنگاه اقتصادی که یا واحد تولیدی که میخواد در بلند مدت عمل بکنه باید در مینیموم، یعنی با کارگاه دوم تولید رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه شما ملاحظه میفرمایید نقطه تماس در با کارگاه اول با لانگ اوریج کاست دیده میشه که هزینه ها داره چیکار میکنه؟ هزینه ها داره کاهش پیدا میکنه. پس قسمت نزولی شورت اوریج کاست با لانگ اوریج کاست اینجا برخورد کرده. اما اینجا ملاحظه میفرمایید که قسمت صعودی، من اینجا رو مثلا فرض بفرمایید بذارم مثلا M و اینجا رو بذارم N، در نقطه M با قسمت به حساب کاهنده کارگاه اول لانگ اوریج کاست تلاقی داده، در نقطه N با قسمت افزایشی کارگاه سوم تلاقی داده. بنابراین این دو نمیتونن برای ما مقیاس تولید باشن. چرا؟ چون ما در یک جا با کاهش هزینه مواجه هستیم به حساب بازه، حالا تو بحث تولید میگیم بهش میگم بازه فزاینده نسبت مقیاس. اینجا با قسمت فزاینده هزینه ها مواجه هستیم، یعنی عدم صرفه اقتصادی. اینجاست که بازه ثابت نسبت به مقیاس هست، یعنی لانگ اوریج کاست دقیقاً با مینیموم شورت اوریج کاست دوم تلاقی داده. طبیعی است که ما میتونیم اینجا
شورت مارجینال کاست 1 رو هم ترسیم بکنیم که از مینیمم شورت اوریج کاست 2 عبور میکنه. میتونیم عرض به حضورشون اینجا شورت مارجینال کاست 2 رو رسم بکنیم که از مینیمم کارگاه دوم عبور میکنه. اینجا هم میتونیم شورت مارجینال کاست 3 رو ترسیم بکنیم که از مینیمم به اصطلاح کارگاه سوم عبور میکنه. و البته لانگ مارجینال کاست ما هم اگه بخوایم ترسیم بکنیم، این لانگ مارجینال کاست طبعا چون کارگاه دوم ما کارگاه منطقی هست برای تولید، پس بنابراین شورت مارجینال کاست ما هم از مینیمم لانگ اوریج کاست باید عبور بکنه. یعنی فرقی در کوتاه مدت و بلند مدت ندارد. در هر صورت چه شورت مارجینال کاست چه لانگ مارجینال کاست بایستی از مینیمم شورت اوریج کاست و لانگ مارجینال کاست عبور بکنه. در اینجا چون مقیاس بهینه تولید ما کارگاه دوم هست، جایی که دیگه ما قسمت کاهش هزینه ها یا فزاینده بودن هزینه ها رو رد کردیم و به عبارتی با بازه ثابت نسبت مقیاس مواجه بودیم، بنابراین از مینیمم لانگ اوریج کاست لانگ مارجینال کاست عبور میکنه و این نکته خیلی مهمی است. امیدوارم که دوستان با تأمل و تفتن بیشتر دقت بفرمایند تا نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خوب بگیرن با توجه بیشتر انشاءالله. خب شما رو با این مطالبی که عرض کردم به خدا میسپارم. امیدوارم که مطالبی که خدمت شما در این زمان محدود عرض کردیم مفید فایده واقع شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.